مسی و رونالدو هم این رکورد بازیکن‌های پرسپولیس رو ندارن. میدونستی رکورد 12 تا بازی پشت هم با پاس گل نه دست تونی کروس نه دیبروینه، دست امید عالیشاهه. میدونستی تو اروپا فقط آمار دریبل زنی وینیسیوس و یامال از سروش رفیعی بهتره و سروش خان با 80% دریبل موفق جز تکنیکی ترین بازیکن‌های دنیاست. میدونستی بلندترین پرش رونالدو چقدر از پرش میلاد محمدی ما کمتره؟ رونالدو 2 متر و 93 سانتی متر، میلاد محمدی 3 متر و 20 سانتی متر. از همه این عجیب‌تر رکورد ایوب الاملود دفاع راست پرسپولیسی که فقط تو 15 دقیقه موفق شده 3 تا پاس گل بده. یعنی برای خود مارسلو و روبرتو کارلوس هم که هجومی ترین مدافعای دنیا بودن همچین چیز قفله. نظر تو در مورد این رکوردها چیه؟ اگه دوست داری یه ویدیوی اینجوری هم برای بازیکنای استقلال بسازیم یه قلب آبی همین الان برامون کامنت کن. اگه هم طرفدار پرسپولیسی و هنوز این ویدیو رو برای رفیقات نفرستادی به نظرم باید به طرفدار بودن شک کنی. بفرست آقا، میلیونیش کن به عشق تیمت. ما مخلص همه قرمز آبیام هستیم.